قانون خدایی است که آماده باشی به کشتن کافر. ما از این خاطر گفتم که مسلمان چوبره می داشته باشه، تبراق می داشته باشه، ترکش می داشته باشه، تیر می داشته باشه، اسب می داشته باشه، نیزه می داشته باشه، شمشیر می داشته باشه و خورشید می داشته باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم آدم کشت آدم. بفهمید عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه پدر خودت در جنگ بدر کشت. میگم مسلمان چرا غم آدم کش میباشه؟ دیگه برو با هم فیسبوک های دسته برو این تو میباشه. نه این یادش بگیر. عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه پدر خودت در جنگ بدر کشت. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بچه خدا عبدالرحمن در جنگ بدر طلب که به مبارزه رو پیش برد. بچهش پیش نام کرده میکشتش. این خب مذاق نیست بده. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه برادر رضایی خدا کعب ابن اشرف یهودی را از خونهش کشید کشتش. از مویایش گرفت زدش به گردنش گفت ده رفیقای خدا گفت ده در گردنی این دشمن خدا و رسولش. این حدیثه. عمر رضی الله تعالی عنه مامای خدا عاصی ابن حشام ابن مغیره را کشت در جنگ بدر. مامای خدا کشت. علی رضی الله تعالی عنه، حمزه رضی الله تعالی عنه، عبیده رضی الله تعالی عنه، سه بچه کاکا و بچه بیادرزاده، سه بچه کاکای خدا عتبه و شیبه بچهای ربیعه را در جنگ بدر برای اولین مرتبه برآمدن کشت. کافرای عتبه و شیبه برآمده میدان. انصار مدینه در مقابلش برآمد صف جدا شد. گفت کیسته؟ تو ما از انصار مدینه هستیم. تو برای دیقونا او طرف برو. بچهای کاکای ما را رای. پیغمبر الله صدا کرد علی برای در میدانش. حمزه خارج شد در میدان. عبیده خارج شد. شمشیرها رد و بدل شد. عبیده شهید شده موج زخمی شد. بعدا جان داد. حمزه و علی اردوش عتبه و شیبه را کشتن. پیروز به صف خود باز گشت. علی رضی الله تعالی عنه علی عقبه ابن ابی معیط کاکایش میشد. کاکایش از جمله کاکایش قومایش بود. در جنگ بدر اسیر شد. پیغمبر الله گفت اضربونه قد ده گردنی ازیده. در جمله 70 اسیر میره کشت. ده گردنش. گفت یا محمد با بشگکای من کی باشه؟ حدیث به کی باشه؟ من لسبیا گفت النار آتش باشه با بچهای. گفتم تو کسی نیستی که دستمال در گردن رو مینداختی در مسجد حرم تو میدادی قریب میشو با خفه شد. ده گردنش گفت اگه امروز در جنگ ما بیاییم امروز یا در جنگ هر مسلمان یهودی اسرائیلی آیا شما امور میمونه؟ جهاد فرض عین در بالای تمام ملت اسلامی است. در بالای 52 کشور اسلامی جهاد فرض. اگه اینا رو ملا میگه کدامش ملا با من نشون بده. تو ملا فدا بده. هر تقدیر برادرای من که شما را گفتم مسلمان مسلح می باشد. مسلمان صفتش است که آماده می باشه به جهاد. حدیث شریف نه اگه یک نفر میموره نه جهاد کرده است نه نیت جهاد داره نه نیت کشتن کافر داره مات میته در جاهلیه. این به میته جاهلی مرده.